درش بیارم بیرون یه سرفه بکنم و بگم یکم زیادی برام بزرگ بود. بگم مای گاد. چرا بچه خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز قراره بریم با هم دیگه یه خورده آدرنالینتون رو ببرم بالا، یعنی هورمونیتون رو ببرم بالا، میکنم بذارم. اگه نمیدونین چرا، امروز ما ساعت 6 صبح یه دونه استوری نهادیم، گفتیم اگه دوست داشتید وایس هورمونی شدنتون رو بفرستید که قراره چجوری هورمونی بشید. شامل الفاظ بسیار رکیک می باشد، پس حتما از هندز فری استفاده کنید. برین شامپو دستمالتون رو بیارین که قراره چی عزیزم. وایسای خطرناکی هست. اگه دوست داشتید تا آخر ویدیو بمونید، ببینید و لذت ببرید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. میریم سراغ اولین وایس. ببینیم ما چه کنی یا نه. آره خیسمون میکنه به نظرت؟ خیس نمیکنه. در حالی که کلن لحظات با صورتش فاصله دارم، یاد نبود چوبی قرمز رو بخورم، با نوک زبونم لیزش بزنم و با چشای زیتون نگاش کنم، بعد اونم دوا چوبی روی زبونم بچسبونم و تا ته ببرمش تو. ببینید بچه ها حواستون بود، میخواد تا ته ببره تو. دلت نخواد جوری که یه آتشان برای عشق شوی آق بزنم، و در حالی که داره با خنده و تعجب نگاه میکنه. سواله برام چقدر یواش داری حرف میزنی؟ حتما زیر به توی پسرهای چنل حواستون باشه، زیر به توه. درش بیارم بیرون یه سرفه بکنم و بگم یکم زیادی برام بزرگ بود. بگم مای گاد. من حال ادامه دادن ندارم. بریم بعدی که امروز همه تو خیسید، همه تو عدم. Shut the fuck up. Shut the fuck up. میگه فیلم سوپره. ادب چیز خوبیه، اخلاق چیز خوبیه. گفتیم توضیح بدید راجبش، نه که آه و ناله کنید. حالا باشه. یه داری میری اشکال نداره. دفعه و یادتون باشه توضیح بدید راجب. گفتم توضیح بدید، نه که بیایید آه و ناله کنید. دادناتون رو نیارید تو وایس. اوکی. حالا شما بکشن پایین خود به خود هورمونی میشن، نیاز دیگه نیست کاری بکنه. ببین کوتاه مختصر، بکشه پایین هورمونی میشه، تموم شد رفت. ولی گوش بدید. حالا شما بکشن پایین خود به خود هورمونی میشن، نیاز دیگه نیست کاری بکنه. نیاز این کارو کنید. دقیقاً بکشن پایین هورمونی میشن. هورمونی نمیدونین چیه؟ یعنی همون چی اینجا می نویسم بزرگ ببینید منظورش چیه. بریم بعدی. برای هورنی کردن کاری که من میکنم اینه که دستم میبرم تو شورتم، یه دونه میگم آی، همچین صدایی که آماده بشه. با اینکه خود داره هورنی میشی یا اونو میخوای هورنی کنی؟ کدومش دقیقا؟ بعد ببین اذیتش میکنم. مثلا میرم جلو که لب بگیرم ولی لبامو نمیدم بهش. تا از اونایی هستی که باید صفر کننت. به کی باید اطمینان کرد، به کی نباید اطمینان کرد. مثلا میرم پایین که ساک بزنم، به جاش کیف میزنی. بوس میکنم و میک میزنم. چون سرشو بوس کن، میک بزن فقط. کبودش کن مثل بادم کبودش کن فقط. نه جوری که دیگه داد بکشه بکن تو دهنت. بعد وقتی که چند بار داد کشید اینجوری میکنم تو دهنم که خفه بشم. خفه نمیشی، میمیری دیگه. بعد بگم این هیچ قصد توهینی به هیچ شخصی نداره، صرفا به همه‌شون هم گفتم تو دایرکت بهشون پیام دادم اگر من ریاکت رفتم وایساتون ممکنه یه حرفایی بزنم که باز نارت شما بشه. اگه مشکلی نداره اینا ازشون اجازه گرفتم، من دارم راحت جلوی شما حرف میزنم و اینجوری واسه کیفیت ویدیو و هیچ گونه قصد توهین و چیزی دیگه ندارم. همین فقط واسه جالب شدن ویدیوست. همین بس. بریم بعدی.
گفتم وایس بدید بگید چجوری، نه آه نه ناله، همین. وایس بدید تعریف کنید آقا چه کار میکنید واسه شخصی که قراره اون شه، قراره چه کار میکنید؟ بریم بعدی. آره دیگه اینجوری ادامه میدیم. یه بار دیگه. آره دیگه اینجوری ادامه میدیم. یه بار دیگه. اوکی. آره دیگه اینجوری ادامه میدیم. کسکش تو پسری این کار میکنی؟ پشمام. گونه دهیسا رو نخوری، نه نگاه کن پسرن هم بشون. بهترین کار اینه که در گوشش اسمشو بگی، دست بکشی رو کمرش بچسبونیش رو خودت. این حرکت فوق‌العاده عالیه. ببین کوتاه مختصر، کوتاه کاربردی، کوتاه ولی جالب، کوتاه ولی عملی، کوتاه ولی آره. خب اینجوری توضیح بدید، نه که بگید یعنی چی؟ خب اوکی اینا رو تخت با من. آی خدا چرا نمیمیری؟ خیلی جواب میده اصلا تو همین کثافت های حشری دیوز. سلام، خسته نباشید. منم اعتراف میکنم که الان 5 ساله دارم پسر رو سر کار میذارم و ایستا میکنم. شب انگلیسان ازشون میگیرم که فقط باشون چت کنم یا حرف بزنم. چجوری؟ اما اونا خیلی کسخولن و نمیفهمن که من پسرم. پشمام پسر بود. این در جواب اون قبلی است که داره آه و ناله میکنه. ببین اینو گوش دادم. خورمت جیگر. آه و ناله کن، آه و ناله کن. دلم همه نخور. آخریش هم وایس نداده، موقعیت مناسب نیست وگرنه وایس میدادم. اما برای هورنی کردن اول از همه در گوش چپش زمزمه میکنم تو سکسی ترینی، لعنتی خدا چجور آفریدتت. بعدش میرم دستام آروم میکشم روی اون پاهاش، میارم رو اونجاش، همینطوری که دستم رو اونجاشه گردنشو صورتشو خیلی ریلکسیشن میخورم، لبمو میارم جلو لبش ولی نمیپوستمش تا حشری شه. طولانی شد شرمنده ولی کاربردی 100%. تضمینی پکیج‌های آموزشی افشین. خوش اومدید. اگه دوست دارید توی پکیج‌های آموزشی شرکت کنید حتما تو کامنت‌ها یه قلب قرمز بذارید.